امروز میخوایم بریم فروشگاه ولیو ویلج که یکی از فروشگاه‌های سمساری زنجیره‌ای در کانادا هستش. اینجا به خاطر حفظ محیط زیست خیلی به وسایل دست دوم اهمیت میدن. اینجا میتونید کفش، لباس، کیف، وسایل تزئیناتی خونه، یک سری قاب عکسای متنوع، وسایل تزئیناتی دیگه مثل شمع و این چیزا پیدا کنید. ولی خب خیلی از چیزا گرون هستن اینجا. مثلا این شمع استفاده شده که قیمتش $8 حدوداً. چیز دیگه ای که اینجا قیمتش بد نبود من چک کردم، ظروف آشپزخونه هستش که مخصوصا اگر چیزای نوستالژی دوست دارین ممکنه اینجا به دردتون بخوره. این ظروف بلوری هم قیمتشون تقریبا با نو هیچ تفاوتی نداشت. ولی من یه چیزی پیدا کردم، این جای کپسول قهوه که قیمتش اینجا خیلی پایین تر بود به نسبت آمازون. اینجا کتاب هم میتونید پیدا کنید، یک سری CD های فیلم و البته فرنیچر اینم خرید.